به نام خداوند بخشنده ای مهربان نهایت با رحم. قصه خیلی عبرتناک، دخترک و ذکر خدا. صیاد یعنی شکارچی 3 دختر داشت و همیشه رزق آنها را با شکار ماهی تأمین میکرد. عادتش چنین بود که هر روز یکی از آنها را با خود میبرد تا در شکار ماهی برایش یاری رسانند. روزی میگوید صیاد همراه اهل خانواده‌اش ماهی میخوردند. پدر به جانب دختران گفت: آیا میدانید که ماهی تنها آن زمان در تور صیاد میزنند که از ذکر خدا در غفلت میمانند؟ یکی از دختران به تعجب گفت: پدر جان، آیا بجز انسان مخلوقان دیگر هم ذکر خدا میکنند؟ پدر گفت: همانا همه مخلوقات خداوند تسبیح خدا را میگویند و بر این امر اعتقاد دارند که خداوند آنها را میشنوند و او خالق آنهاست. دخترک گفت: پدر جان، ولی ما صدای آنها را نمیشنویم. پدر تبسم کرد و گفت: هر کدام مخلوق زبانی دارند که میان خود با آن گفتگو میکنند و با آن خدا را تسبیح میگویند و خداوند به همه زبانها شنواست. فردا که صیاد به شکار برآمد، نوبت دختر خردی بود و تصمیم گرفت کار خاصی انجام دهد و همراه با پدر به لب دریا رفتند و هر زمان صیاد ماهی می گرفت و دخترک می داد تا در سبد جا کند. اما دخترک کار عجیبی می کرد. ماهی ها را از دست پدر می گرفت و باز به دریا سر می داد و از این کار او پدرش آگاه نبود. وقتی که به خانه برگشتند، پدر سبد پر از ماهی را بردارد و به خانه برود گفته، اما نگاه کرد که در سبد یگان ماهی نیست. از این عمل دخترش عصبانی شد و گفت: دخترم، ماهی ها کجایند؟ دختر جواب داد: ماهی ها را به دریا سر دادم پدر جان. پدر سوال کرد: چرا چنین کردی؟ برای چی؟ دخترک خیلی جواب زیرکانه داد. گفت: پدر جان، دیروز شنیدم که گفتید ماهی همان زمان به تور صیاد می افتد که از ذکر خدا غافل مانده باشد. برای همین من هم دوست نداشتم آنچه که ذکر خدا را نمی کند وارد خانه ما شود. سبحان الله، خواهرم چی اندیشه زیبایی داری. از کجا این فکر به سرت آمد؟ صیاد در حالی که اشک از چشمش می ریخت گفت: دختر جانم، تو راست میگویی. و با سبد خالی به خانه برگشتند. در آن روز امیر شهر از کوچه آنها گذر کرد تا در نزد خانه آنها رسید و احساس تشنگی کرد و در آنها را کوبید. دختر دوم در را گشاد و امیر نزد در دید که درخواست آب میکرد. دختر در حال ظرف را پر از آب کرد و به امیر داد. امیر آب را نوشید و بعد تشنگی خود را شکستن سپاسگزاری کرد و یک کیسه طلا به دخترک داد. از رفتار امیر همه اهل خانواده خوشحال شدند و آن را از جانب خدا نعمت دانستند. اما دخترک پیوند با خدا غمگین بود و در خوشحالی آنها شریک نمی شد. پدر پرسید: دخترم، چرا تو با ما همراه نمی شوی؟ خواهر گرامی جواب داد: پدر جان، این امیر مخلوق خدا است. نگاه به ما انداخت در حالی که از ما راضی بود، پس ما آنچه که به ما عطا کرد خوشنود و راضی گشتیم.
پس به این فکر کنیم که آیا اگر خالق امیر الله پاک نظری به ما کند یا اون که از ما راضی باشد، این بهترین نیست برای من تو. صیاد میگوید از طلاها دیده برای آن خوشحال شد که خداوند برایش دختر را نصیب گردانیده است که هر زمان آنها را از غفلت بودن از یاد خدا نگاه می دارد. دوستان عزیزم، بیایید یک جای دست به سوی پروردگار خویش میکنیم. اولا شخصانی که بی فرزند هستند، پروردگار را بهترین نعمت که برای انسان ها فرزند است، فرزند الله متعال براشون نصیب بگرداند. و بعدا دعا میکنیم که پروردگارا این چونین در خانه ما دختران و خواهران نصیب گردان که ما را از غفلت بودن از یاد خدا آگاه کنند. بله دوستان عزیزم، با شما بودم بنده عبدالله. یک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خواهش میکنم ویدیو رو به دیگر دوستانتان بفرستید. فکر و عقیده های خود رو در زیر ویدیو بنویسید. انشاءالله بنده خواهم خواند. انا هر فکر و عقیده که دارید، هر پیشنهادی که دارید بنویسید. انشاءالله به قدر امکان کوشش میکنیم برایتان بهترین قصه ها به قدر امکان پیشکش نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله. روایت است که حضرت سلیمان علیه السلام روز در ساحل بحر نشسته بود و ناگاه مورچه که را دید که با خود یک گندم داشت و به ساحل آمد. حضرت فکر کرد که حاضر این مورچه را موج آب آمده با خود می کشد و می برد و غرق می کند. اما ناگاه با همراهی موج آب قربقه آمد و مورچه را با دهان خود گرفت و برد و بعد چند بازگرداند. حضرت از دیدن این منظره در تعجب شد و به نزد مورچه رفت و پرسید. البته همگان ما میدونیم که حضرت سلیمان علیه السلام زبان تمام حیوانات و پرندگان و خزندگان و چرندگان را میدانست. رفت و از این چیزی که دید حکمتش را پرسید. گفت این چه اسرار است؟ مورچه گفت در زیر این بحر کرمی هست نابینا و به من فرمان شده است آن کرم را هر روز یک گندم برده سیر کنم. هر روز من با خود یک گندم میارم و این قرباقه مرا میبرد تا آن کرم را سیر کنم. پس میگوید پس از شنیدن این سخنان از زبان مورچه حضرت سلیمان علیه السلام چی گفت؟ پس با خود گفت سلیمان، خداوند رزق یک کرمک را که نابینا است در زیر بحر است میدهد، پس تو هرگز گشنه نخواهی ماند. برادران و خواهران عزیزم، پس بدانید که رازق خدا است و هرگز یگان بنده آن به رحمت خدا نمیماند. بله دوستان، شکر الله بکنیم. انشاءالله که الله باز هم برای من و تو ای برادر و خواهر عزیز بهترین نعمت ها را عطا میکند. و السلام علیکم.